درود دوستان، هر دو ورزشگری تاجیک متاسفانه ناکام شدند برای کمربند به دست آوردن، محمد یعقوبوف و بیژن خوجلیف. شروع میکنیم از محمد یعقوبوف که برای کمربند WBC سوپر فیدر میجنگید دیشب در امریکا و او با رقیب خود کریستیان کروس مساوی گردید. راستی من این بوکس رو ندیدم و حتی نمیدونم که چی خیلی گذشت این بوکس و همه گفتنی هستم که این یک شانس خوب بود برای محمد یعقوبوف برای چمپیون شدنش، چون که محمد یعقوبوف جوان است، روز تا روز او جوان هم نمی شود چون که سن سال رفته است و روز تا روز مشکل تر می شود برای کمربند به دست آوردن. برای همین مساوی گردیدن این رقابت متاسفانه برای محمد اونقدر خوب نیست. شکست هم نخورد ولی مساوی شد، ولی این اگر محمد یعقوبوف قهرمان میشد این خوبتر بود برای وی، چون که اون روز تا روز سن سالش می رود و مشکل تر می شود برای کمربند جنگیدن. به هر حال محمد یعقوبوف رو ما دعا میکنیم که او در آینده قهرمان شود، چون که بوکسورایی هستند که در سن 40 در سن 50 هم قهرمان شدگند. برای همین ما میبینیم در آینده اگر می شود که آدم روحاً پیر می شود و بدنی جوان میماند، بدنش همیشه جوان است، شاید محمد یعقوبوف در آینده قهرمان شود. دوستان، برای مساوی گردیدن این مبارزه محمد یعقوبوف رو تبریک کنید و امیدواریم که در آینده قهرمان خواهد شد. بعد دوم ورزشگر تاجیک برای کمربند در لیگ نیزه قزاقستان بیژن خوجلیف متاسفانه در راوند اول با طریق نکاوت شکست خورد. بیژن خوجلیف خوب شروع کرد، جنگ رو به حد خوب شروع کرد. نیمی راوند یکم رو بیژن خوجلیف برد، ولی در نیمی راوند او باید با حریفش نزدیک نمی اومد، چون که حریفش قدش پس بود و بیژن خوجلیف قدش بلند است و میتونست که از فاصله دور، از سمت دور با رقیبش بجنگد، ولی متاسفانه اون فاصله رو نزدیک کرد. رقیبش که میده بود از این استفاده برده با ضربه های هوک بکوی گفتی روسا استفاده برده بیژن خوجلیف رو نکاوت کرد. یک بار نکداون کرد، بیژن خوجلیف به خود نآمد و اونو خستند و دوم بار زده بیژن خوجلیف رو نکاوت کرد. این ورزش است و فکر میکنم بیژن خوجلیف این جنگ خود رو تماشا میکند و همون چیزی که کرد، خطایی که کرد در این جنگ اون رو اصلاح میکند و در آینده قهرمان میشد، برای که خیلی خوب است، خیلی جوان که هست، تجربه خوب ندارد. برای همین هم نمیدونم سه جنگ داشت و بعد 3 جنگ برای کمربند در لیگ نیزه جنگید. فکر میکنم این کمتر بروقتر هم بود. دوستان فکر خودتون رو نویسید. جنگ بیژن خوجلیف با ورزشگر قزاق ابوالقاسم در یوتیوب هست، شما میتونه اینو تماشا کنید و امیدواریم که در آینده بیژن خوجلیف قهرمان خواهد شد، چون که اون جوان است، خطای خود را اصلاح میکند و با قوی‌تر برمیگردد به اکتاگون. دوستان فکر خودتون رو در این بابت درباره محمد یعقوبوف و بیژن خوجلیف نویسید. شما چی فکر دارید درباره آنها و امیدواریم که آنها باز برمیگردند و قهرمان خواهد شد. این ورزش است، یک روز روزی تو هست، یک روزی ورزشگر دیگر است. برای همین ما باید این رو قبول کنیم. در کانال مشتی تاجیکی دوستان ابونه شوید. خدا یارتان باد.